این فیلم در مورد بلن، دختریه که مجبور هر روز رابطه و خیانت دوست پسرش رو از نزدیک نگاه کنه و هیچ کاری هم از دستش بر نمیاد. داستان فیلم از اونجایی شروع میشه که آدریان داره یه پیام ویدیویی از دوست دخترش میبینه که بهش میگه داره آدریانو ترک میکنه و نمیخواد به رابطه با اون ادامه بده. آدریان که حسابی به هم میریزه میره به یه بار و تا میتونه با مشروب خودشو خفه میکنه و تا آخر وقت اونجا میمونه. فابیانا پیش خدمت بار که یه دختر باریک و خیلی خوبه میاد میگه دیگه داریم بارو میبندیم، پاشو خودتو جمع کن برو پی زندگیت لطفاً. آدریان هم پا میشه میره و چون کلش خیلی داغ بوده دم در بار با یکی دعواش میشه و همون موقع فابیانا میرسه و وقتی میبینه آدریان انقدر مسته و حالش بده و مثل سگم کتک خورده اونو میبره خونه خودش. جدی میفرمایید؟ وقتی میرسن خونه آدریان میفته روی کاناپه و بدون اینکه دست نوازشی بر سر فابیانا بکشه تا صبح همونجا میخوابه. صبح برخلاف تصور فابیانا آدریان سگ محلش میکنه و میزنه تو پرش و پا میشه میره، اما گویا میفهمه چه غلطی کرده و برای اینکه باخت نده شب دوباره میره بار پیش دختره و بابت رفتار صبح ازش معذرت خواهی میکنه و به فابیانا پیشنهاد میده که با هم برن بیرون یه دوری بزنن. فابیانا هم قبول میکنه. آدریان اونو میبره به یه سالن آمفی‌تئاتر و اونجا فابیانا متوجه میشه که آدریان رهبر ارکستره و چون از قبلم از آدریان خوشش اومده بوده وقتی میبینه که واقعا آدم حسابیه بهش پا میده و خلاصه شب میره خونه آدریان و اونجا با هم کلی ورزش میکنن و توانایی هاشون رو نشونه هم میدن و در نهایت خسته میشن و خوابشون میبره. فابیانا صبح زودتر بیدار میشه و میره واسه خودش یه دوری توی خونه آدریان میزنه. آدریان هم بیدار میشه و میرن با هم صبحونه میخورن و وقتی که آدریان میخواد بره سر کار زنگ درو میزنن و دوتا کارآگاه میان تو و از آدریان میپرسن که آیا از بلن خبری شده یا نه. بلن همون دوست دختر آدریانه که ترکش کرده. اونا خونه رو میگردن و چند تا سوال میپرسن و میرن. فابیانا خیلی تعجب میکنه چون آدریان بهش گفته بود که مجرده و دوست دخترم نداره. خلاصه اون که حسابی شاکی بوده از آدریان میپرسه که اینجا چه خبره و جریان چیه. آدریان هم واسش میگه که بلن دوست دخترش بوده و ترکش کرده و حالا غیبش زده و هیچ کس خبری ازش نداره و پلیس داره دنبالش میگرده. فابیانا خیلی به آدریان شک میکنه که نکنه آدریان بلایی سر بلن آورده باشه. این وسط اتفاقات عجیبی هم توی خونه واسه فابیانا میفته. مثلا یه دفعه که واسه خودش توی وان آب گرم دراز کشیده بوده یهویی میبینه که روی آب موج درست میشه. برقای خونه هی قطع میشه یا مثلا یه دفعه که داشته دوش میگرفته یهو آب جوش میشه و بدنش میسوزه. یا اینکه همش حس میکرده از روشوی توالت یه صداهایی میشنوه، اما خب چون از طریق آدریان به چیزای خیلی زیادی رسیده بوده بیخیال این اتفاقات میشه. از این طرف آدریان هم حسابی تو کارش پیشرفت کرده بوده و خوب پول در می آورده. یه روز که فابیانا تو بدنش عروسی بوده از این همه خوشبختی و داشته رو تخت به پر میکرده کنار تخت یه کلید پیدا میکنه. برش میداره و چون یه کلید قدیمی خوشگل بوده و زنجیرم داشته فکر میکنه گردن بنده و میندازش گردنش. یه روز فابیانا به آدریان میگه که من فکر میکنم اینجا روح داره. حتی آدریانو میبره کنار روشویی میگه گوش کن از اینجا یه صداهایی میاد، اما آدریان اونو دست میندازه و میگه آخر هفته میبرمت مشهد ان شفا پیدا کنی. یکم بعد تلفن آدریان زنگ میخوره و بهش میگن یه جنازه پیدا کردیم که به خاطر سوختگی قابل شناسایی نیست، بیا ببین شاید بلن باشه. ولی وقتی میره اونجا میبینه جنازه بلن نیست. برمیگرده خونه و میبینه که فابیانا کنار روشوییه و انگار داره با یه نفر صحبت میکنه. میره ازش میپرسه آیا کسخل شده ای؟ فابیانا بحثو عوض میکنه و میپرسه جنازه بلن بود یا نه. آدریان هم میگه نه. اینجا فیلم فابیانا به آینه نگاه میکنه و فیلم برمیگرده به چند ماه قبل. آدریان و بلن تو اسپانیا زندگی میکردن و رابطهشون با هم خیلی خوب بوده. آدریان به بلن میگه که یه پیشنهاد کاری خوب داره و یه گروه ارکستر معروف توی کلمبیا ازش خواستن که رهبر گروهشون بشه. اون از بلن میخواد که همراهش به بوگاتا پایتخت کلمبیا بره و برای 1 سال اونجا زندگی کنن. بلن حسابی تو فکر میره اما در نهایت تصمیم میگیره که همراه آدریان بره و ازش قول میگیره که اونجا همیشه هواشو داشته باشه و مراقبش باشه. خلاصه اونا میرن کلمبیا و آدریان مشغول میشه و حسابی توی کارش موفق میشه و وضعشون خوب میشه. اونا میتونن یه خونه خفن اجاره کنن که این خونه مال یه خانم آلمانی بوده که قبلا با شوهرش توش زندگی میکردن. حالا خانم میخواد برگرده آلمان و میخواد خونه رو یه مدت اجاره بده. بلن عاشق خونه میشه و حتی شرط صاحب خونه که میگه باید از سگم مراقبت کنید رو قبول میکنه. اونا ساکن میشن و خیلی خوش و خرم بودن، اما بلن متوجه میشه انگاری آدریان با یکی از موزیسینای گروهش یعنی ورونیکا ریختن رو هم. مثلا یه بار که میره دفتر آدریان میبینه اونا دارن با هم مشروب میخورن و لاس میزنن. یه بار که آدریان همون بوده بلن گوشیشو چک میکنه و میبینه حدسش درست بوده و آدریان کلی پیام به دختره داده. خلاصه حسابی دعواشون میشه و در نهایت آدریان اعتراف میکنه، اما میگه در حد لاس زدن بوده و به بلن میگه که من فقط عاشق تو ام. بلن میگه جدی میفرمایید؟
اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ بلن میگه اگه راست میگی اونو اخراج کنم. آدریان میگه نمیتونه همچین کاری رو انجام بده. بعد از ظهر اون روز صاحب خونه، یعنی همون خانم آلمانی که رابطه دوستی با بلن برقرار کرده، میاد به دیدن بلن. بلن که خیلی ناراحت بوده جریان رو واسه خانم تعریف میکنه و میگه اون همه زندگیشو توی اسپانیا به خاطر آدریان ول کرده و اومده اینجا، اما انگار آدریان داره بهش خیانت میکنه. بلن میگه میخوام بدونم اگه آدریان رو ترک کنم واکنشش چیه. زن صاحب خونه میگه خب چرا امتحانش نمیکنی؟ بلن با تعجب میگه چه جوری؟ زن صاحب خونه میگه یه رازی رو بهت میگم اما نباید به هیچ کس بگی و اونو میبره به اتاق خواب. توی قفسه کتابای سوراخ مخفی هست که کلیدو میکنه توشو میچرخونه و آینه قدیه توی اتاق خواب باز میشه و بلن میبینه که پشت آینه یه مخفی گاهه. اونا داخل میشن و زن صاحب خونه توضیح میده که شوهرش تو ارتش نازی بوده و همیشه فکر میکرده یه روزی میان دنبالش که بکشنش. اون که یه معمار نابغه بوده این مخفی گاه رو طراحی کرده جوری که در کاملا ضد ضربه و عایق صداست. هیچ صدایی از اونجا بیرون نمیرفته اما با میکروفونایی که کار گذاشته صدای بیرون رو میتونسته بشنوه. خلاصه توی اون مخفیگاه امکانات لازم مثل یه تشک، سرویس بهداشتی، یه مقدار کنسرو و حتی برق هم داشته که با دینامو دستی کار میکرده. وقتی کامل برای بلن توضیح میده، به بلن میگه که داره برمیگرده به آلمان و حتما با بلن تماس میگیره و خداحافظی میکنه و میره. بلن هم یه نقشه میکشه که آدریانو گوشمالی بده که دیگه از این غلطا نکنه. اون با دوربین یه فیلم از خودش میگیره، همون ویدیویی که اول فیلم آدریان داشت دید. بعد تمام وسایلش رو جمع میکنه و میریزه توی چمدونش و دوربین رو میذاره کنار تخت. یهو صدای درو میشنوه و میفهمه که آدریان داره میاد داخل. پس با عجله همه چیزو میذاره داخل مخفیگاه و درو میبنده. اون از پشت آینه داره میبینه که آدریان با یه دسته گل برای معذرت‌خواهی اومده. وقتی آدریان ویدیو رو میبینه و میبینه که بلن تمام وسایلش رو جمع کرده و واقعا رفته، خیلی ناراحت و عصبانی میشه. بلن هم اولش خرکیف بوده از اینکه میدید آدریان اینقدر دوستش داره، اما وقتی میبینه واقعا شورش در اومده و آدریان دیگه واقعا پشیمون و ناراحته، میره سراغ کیفش که کلیدو در بیاره و بره بیرون، اما هرچی میگرده کلیدو پیدا نمیکنه. یهو یادش میاد لحظه آخر که با عجله میخواست بره داخل مخفیگاه کلید روی کیفش بوده و افتاده و اون متوجه نشده. هرچی بلن داد میزنه و میکوبه به آینه، اما همونطور که صاحب خونه توضیح داده بود هیچ صدایی بیرون نمیره و موبایل هم آنتن نمیده. اون با هرچی که دم دستش میخواد آینه رو بشکنه، اما جنس آینه کاملا ضد ضربه است. بلن از پشت آینه شاهد قصه خوردن آدریانه. آدریان هی گریه میکنه و بلن هرچی سر و صدا میکنه کسی صداشو نمیشنوه. آدریان پلیسو در جریان میذاره و میگه که بلن رفته و کسی ازش خبر نداره. بلن هم پشت آینه شرایط سختی داره و مجبور آب گرالوده اونجا و کنسروای چندین سال پیش رو بخوره. اون حتی سعی میکنه با قاشق دیوار رو بکنه بلکه بتونه از اونجا خلاص بشه. شرایط به همین شکل میگذره تا اینکه یه شب بلن میبینه که آدریان برای آخرین بار ویدیوی اون رو میبینه و میگه خداحافظ بلن. و آخر شب میبینه که آدریان با یه دختر میاد خونه و تمام شب رو با هم ژیمناستیک تمرین میکنن. این همون شبیه که آدریان بعد از قرارش با فابیانا اونو میبره خونش. بلن هم از پشت آینه شاهد تمام داستانه و حسابی داغون میشه، گریه میکنه، فریاد میزنه و همچنان کسی صدای اونو نمیشنوه. صبح که فابیانا بیدار میشه، بلن هی داد میزنه و کمک میخواد و فابیانا حس میکنه که یه صدایی از روشویی میاد. اینجا یه فیلم میفهمیم که دلیل موجه روی آب روشویی و وان حموم یا داغ شدن آب روح نبوده و بلن داشته این کارا رو میکرده. اونجایی که فابیانا کلیدو پیدا میکنه و میندازه گردنش، یه امیدی توی دل بلن زنده میشه، چون واقعا دیگه اوضاعش داغون بوده، غذاش داشته تموم میشده و هر روزم که شاهد پدر سوخته بازی و عشق و حال فابیانا و آدریان بوده. میرسیم به همون روزی که آدریان رفته بود برای شناسایی جنازه. فابیانا که حسابی به موجه روی آب و صداهایی که میشنوه شک کرده، برای اینکه به خودش ثابت بکنه که اینا توهم نیست، روشویی رو پر از آب میکنه و میگه شروع کن. بلن به لوله ها ضربه میزنه و روی آب موج ایجاد میکنه. فابیانا اولش میترسه اما باز ادامه میده و میپرسه کسی اونجاست؟ بلن هم به نشانه تایید دوباره موج ایجاد میکنه. فابیانا میپرسه تو روح بابا هستی؟ اما این بار بلن هیچ واکنشی نشون نمیده. میپرسه تو بلن هستی؟ بلن هم تایید میکنه. فابیانا به سوالاتش ادامه میده و متوجه میشه که بلن زنده است و توی یک اتاق مخفی که پشت آینه قرار گرفته گیر افتاده. اون توی قفسه کتابا یه جای مخفی برای کلید پیدا میکنه و یاد کلیدی که به گردن خودش انداخته بود میافته. اون کلیدو امتحان میکنه و میبینه کلید به سوراخ میخوره، اما وقتی که میخواد اونو بچرخونه پشیمون میشه، چون نمیخواد آدریان و اون همه امکانات رو از دست بده. به خاطر همین به بلن میگه متاسفم و آب روشویی رو خالی میکنه. این همون جاییه که آدریان میاد خونه و میپرسه داری با کی حرف میزنی؟ کسخل شدی؟ و فابیانا هم بحثو عوض میکنه و میپرسه جنازه بلن بود یا نه. بلن هم اونور دیوار ناامید میشه و هرچی فوش بلده به فابیانا میده و کار دیگه‌ای هم از دستش بر نمیاد. بعد
از این ماجرا فابیانا تمام وسایلشون رو از اون اتاق جمع میکنه و میبره به یه اتاق دیگه. یه شب فابیانا از سر کار میاد خونه، روشویی رو پر میکنه و هی بلن رو صدا میزنه اما موجی ایجاد نمیشه. روی آینه بخار گرفته مینویسه حالت خوبه اما هیچ خبری نمیشه. روز بعدش یکی از اون دو تا کارآگاه که قبلا با فابیانا رابطه داشته میاد دم در خونه و یه پاکت به فابیانا میده که توش پر از عکسای آدریان و ورونیکا است. البته آدریان همون موقع رابطش با ورونیکا رو کات میکنه چون فکر میکنه که رابطش با فابیانا خیلی جدی شده. فابیانا که از آدریان ناامید میشه با کلیدش در رو باز میکنه و وارد مخفیگاه میشه و میبینه بلن بی حرکت روی تخت خوابیده و هرچی صداش میکنه واکنشی نمیبینه. و وقتی که نزدیک بلن میشه، بلن با یه ظرف میزنه توی سر فابیانا و فوراً میاد بیرون و در رو روی فابیانا میبنده. وقتی که از اونجا میاد بیرون از پنجره میبینه که آدریان داره برمیگرده. کلیدو میذاره روی تخت، عکس خودش و آدریانو میچسبونه روی آینه و میره. آدریان وقتی میرسه خونه کلید و عکس رو پیدا میکنه اما اینکه میتونه فابیانا رو از توی اون مخفیگاه نجات بده یا نه مشخص نیست. آخر فیلم بلن رو میبینید که به اسپانیا برگشته و تنها توی ساحل نشسته. ممنون که با من همراه بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومده کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روی آل قرار بدید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. ممنون از حمایتتون. خدا نگهدار.